با برداشتن گام‌های کوچکتر تبدیل به معامله‌گر بهتر بشید. چابکی انعطاف پذیری یا سازگاری این تعریف. با برداشتن گام‌های کوچکتر تبدیل به معامله‌گر بهتری بشوید. این چابکی است، انعطاف پذیری یا سازگاری. چابکیه دیگه. میگه گام‌های کوچیک بردار، تغییر رو ایجاد کن، پازل به زودی خودش شکل میگیره بدون اینکه خودت بفهم. حالا برای ساختن چیزی بزرگ یعنی چی؟ سوددهی مستمر. برای اینکه به یه سوددهی مستمر برسید از این کارهای کوچیک شروع کن و توی کار مداومت داشته باش. کار کوچیک اول چیه؟ من یاد بگیرم اول توی این بازار ضرر کمتری بدم. حالا متناسب با اون بازاری که هستی از ضرری که متناسب با سرمایه نباشه جلوگیری بکنم. دوم، اینو تازه یاد گرفتی که تا جایی میتونی اول حفظ سرمایه کنی. مرحله دومه اشتباهاتتو از بین ببری. عین یه شیر منظم باشی. تو مرحله بعدی حالا شروع کنی آروم آروم به سودای چی فکر کنی؟ خیلی کم. سودای خیلی کم. گفتیم شما توقع نداشته باش با 3 میلیون سرمایه مثلا بیا یهو 3 میلیون هم سود کنی در طول روز. مشکلات فردی. ببین بچه‌ها همه اینها داره خلاصه میشه در همین. شما فرد مشکلات فردیت شناسایی کن، پارامترهای استراتژی اختصاصیت رو بهبود بده، به سودای خیلی کم برس و بسم الله. الان چه اتفاقی افتاد؟ پازل داره شکل میگیره و شما اینجا میبینی آروم آروم داری به چی میرسی؟ به سوددهی مستمر. اما عموما آدم ها از این ور به اون ور میرن. میخواد یک شبه نمیشه، همچین اتفاقی نمیفته و شما دقیقاً برمیگردی تو پله اول. به جایی که باخت و ضرر کمتر باشه باخت و ضرر بیشتر.